الله میگوید وقتی که با او سخن میگویید همچنان سخن میگویید گویا که تو یک مرد خرددار هستی، یک غلام زیر دستگیری هستی، حتی سر بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر، دعا کن و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا دعا میکنم که این پدر و مادر از سایبان سر من نگه دار، سلامتی اونها را خدایا روز به روز بهبود کن، چنانه که در خردی در حق من دعا میکردم. ببین پروردگار میگوید که مبادا بود و دعای خود ننازی که من در حق پدر و مادرم دعا میکنم، زیرا پدر و مادر بود که چرا در خردی در حق خود دعا کرده بودند. ما به دعای پدر و مادر چرا به وایه رساندیم، چرا صاحب خانه کردیم، صاحب فرزند کردیم. این از حق فرزند. خدای عزیز